ای بابا این هوا چقدر گرمه. اشکان برو یه دقیقه سافاری. وضعیت عجب ماشینی. خانم چجوری این ماشین رو خریدین؟ سلام به همه عشقای داداش، خوش اومدیم به ویدیو جدید شادمان 7 آپ. دلم یه ذره شده بود براتون. بریم سراغ ویدیو جدید، اونم چه ویدیویی، بی‌شرمانه ترین ویدیوهای جدید این هفته اینستاگرام. بریم با همین ویدیو خفن رو ببینیم. فقط لایک و ساب و زنگوله هم یادتون نره تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندیم. بریم سراغ اولین ویدیو. لیتس گو. سلام دنده عقب بگیرین. وای ببخشید از حواسم نبود چه شما قبول شدید. واقعا نیازی نیست دنده عقب اصلا برین. دستتون درد نکنه. شما دیگه نیازی نیست پای یک و پای دو هم امتحان بدین. قبولین. ببین جدی بگیر با قطار هواپیما تو کم قبولین دیگه. نیازی نیست گواهینامه اونا رو بگیرین. حالا دستتون درد نکنه. آخر عمرتون حتی جریمه بشین به هزینه خودمه. واقعا داری جدی میگی؟ دستتون درد نکنه. نیازی نیست پیاده بشین. این ماشین دیگه مال شماست. خدای من عالی بود داداش. این اگه یه کار دیگه میکرد چیکار میکردی براش؟ یعنی واسه یه لمس و یه بوس و از این داستانا گواهینامه تانک و قطار هم بهش دادی. اگه یه کار دیگه میکرد که دیگه اصلا میدونم شما به چی فکر میکنید. ولی خب بریم سراغ ویدیوی دوم. توی چه وضع همسایه داری؟ روزا بچت نمیذاره بخوابی، شبا همسایه رابطه زناشویی تو یکم رعایت کن. آقا من یه ماه مأموریت اصلا خونه نیستم. خب برس که دارن زنتون بیکنن. اوه بنده خدا مأموریت بود، کجا برسه؟ بگو نیا داداش، بگو دیگه نیا که دیگه زنت رفت رو هوا. خیلی عالی این پسر اجراهاش. بریم سراغ ویدیوی سوم. ای بابا این هوا چقدر گرمه. اشکان برو یه دقیقه سافاری. وضعیت آب و هوا رو چک کنیم ببینیم چه خنک میشه. دیدید اونجا رو؟ داداش آقا چه خنک میشه؟ من خاره آدمه چه واقعا متاسفم. آدم اصلا روش نمیشه بگه چیکار میکرد. بریم سراغ ویدیو بعدی. اینا چیه میسازید؟ من خودم تولید کننده محتوام ولی دیگه اینا رو نمیسازم ناموسن. بریم ویدیو بعدی. کلا میذاری؟ بله. میگم اینا جنسشون هم خوبه. آره من خودم استفاده واقعا ریدی تو این وضع. اکثر فروشنده ها اینجوری ان دیگه، هر چیزی میخوای بگی میگه من خودم امتحان کردم. حالا نگاه نکرد این چیه، اینو چه جوری امتحان کرده دیگه الله اعلم. بریم سراغ ویدیوی پنجم. من تمام 5 سال کوتاه کردم. خب مبارکه 5 سال خیلیه. چی؟ صبر کن بازم بگو. میگم 5 سال خیلیه. 5 سال خیلیه؟ آره. باشه خدا چه ذوقی هم کردیم. حتما خیلیه دیگه که گفت خیلیه. اینو دیگه همه هموطنان عزیزم که دیگه خودتون میدونید جریان از چی قراره. بریم ویدیو بعدی رو با هم ببینیم. نصف شبه. نصف شب؟ بفرمایید. ببخشید شما الان عکس من لایک کردید بخوای بهم بدی. اینو واقعا راست میگه. خیلی از بچه‌ها هستن، من خودم یه رفیق اینجوری دارم، یعنی یه نفر کافی فقط یه نگاه بهش بندازه میگه آقا این از من خوشش اومده، این میخوام برم چیکار کنم دیگه. از این داستانا این خیلی خوب رفت اینو. بریم ویدیو بعدی. ایران موفقیت چی بود؟ چه جوری تونست؟ تو دیدی من ندیدم. خب با کی حرف میزنی دیوونه؟ من نمیدونی جریان چیه؟ نه. نگاه. خاک تو سر منحرفت کنم. بعد این درختم نمیدونم چی بگم دیگه. نمیدونم حرف بزنم. ولی آره دیگه میدونم به چی داری فکر میکنی. حتما میگی خوش به حال پارتنرش و نمیدونم از این حرفا، ولی زشته داداش من زشته. خب بریم سراغ ویدیوی بعدی. ویدیوها رو پشت سر هم براتون پخش میکنم بدون معطلی که کیف کنید. ببینیم این چیه. یک درمان اومده به نام لاله گوش، درمان قطعی. تو پاهاتو میذاری زیر لاله گوش من، بقیهش دیگه با من. اوه چه درمانی. واقعا هم که درمان حقیه. من دیگه بیشتر از این خودتون میفهمید دیگه منظورش چیه دیگه، لازم به گفتن من نیست. بریم بعدی رو ببینیم. خودش کلت رو کوتاه کنم؟ نه کلش اینو. نه
او تبدیل عمو به عمه در کسری از ثانیه. مگه مجبوری؟ خوب بودین بچه. تا اینجای ویدیو اومدیم حتما انرژی بدید با لایک هاتون، کامنت هاتون و بریم سراغ ادامه ویدیو با هم ببینیم سم های بعدیش. واقعا انتظار نداشتم این حجم از سم رو ببینم یک جا. ببینیم این چیه. افتخار به دست چاک خورده است، نه به چاکت که دست خورده. چقدر سنگین. بنازم چقدر سنگین بود. این ویدیو رو باید 2 بار ببینید. بریم ویدیو بعدی. استاد مطمئنی انگشتتو در بیاری من غرق میشم؟ اصول اولیه آموزش شنا همینه. خب باشه پس ادامه بده. وای خدای من عالی بود. این استادش چقدر خطرناکه. استاد اگه ما رو هم انگشت نمی کنی یه کامنت بذاریم. خیلی خوب بود. بریم سراغ ویدیو بعدی. گراز سرعتی به نظر من کلفت قدرتی. شما نظرتون چیه؟ تو کامنت به ما بگید. به نظر من جفتش به اضافه کاربلدی. حالا شما دیگه نظر خودتون رو بگید، من نمیدونم. بریم سراغ ویدیو بعدی. اینجا کجاست؟ یعنی امزاده باشه؟ ببینم چه خبره؟ اوه چی کار میکنی؟ شما وارد یه خرابه میشید یه دری اهمی اوهمی یه تقهی چیزی شاید یه نفر داره یه کاری میکنه. بنده خدا کلن هرچی بود پرید. فقط قیافه اونی که نشست اون گوشه. عالی بود. بریم سراغ ویدیو بعدی. حوصله‌مون سر رفت. یه بازی کنیم؟ آره. گلف بازی کنیم؟ گلف چه جور بازی؟ گلف دیگه. یه توپ میخواد، یه چوب، یه سوراخ. من چوبشو میارم. منم توپشو میارم. بمیرم برات. سوراخه از تو. ولی خانوما نمیدونم هر جوری که فکر میکنم این 2 تا گزینه بعدیشو داشت که شما برداشتید. حالا سوراخمون واسه این بیچاره. ولی نه اینجوری نبود، باید برعکس میگفتین. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. یادتون نیفته از اولش بال نداشت. لاشی وقتی فهمید کجا میذارنش از خوشحالی بال در آورد. الحق والانصاف. خب من دیگه زیاد راجع به اینا توضیح نمیدم. آره دیگه خودتون بفهمید. بریم ویدیو بعدی رو ببینیم. واقعا چه سمهایی ساپورتی مالی، یعنی که عروس ساپورت بماله. کسی بدون گفت منو ساپورتی مالی کن، برو عروس ساپورت بمالش. اوه. واقعا نمیدونم چی بگم. تأسف میخورم براتون. بریم بعدی رو ببینیم. من واسش دلچسبی بودم اما اون خرسواری رو دوست داشت. من میدونم داشتی کجا رو نگاه میکردی منحرف بدبخت. حالا نمیدونم چرا خیس بود اونجاش. مگه من نگاه نکردم. بریم ویدیو بعدی. نوشته دزد بدشانس. اینو ببینیم. وای چه ماشینی هم واسه دزدیدن انتخاب کرد. بدبختا عملیات داشتن. خدای من چیو به ذهنتون میرسه. تو نیست تو میگی اینجا پا میگم گرفته. اینجا میفهمی؟ اینجا پا گرفته. دوست دارم ادامه بده. لاشی کجاشو گرفت. اینقدر اینجوری میگه دوست دارم حامد ادامه بده. عالی بود. بریم ویدیوی بعدی رو ببینیم. تکون بده عزیزم، موهاتو تکون بده. مرسی. چی کارش داری؟ تازه فازش گرفته بود داشت تکون میداد. میدونم شما هم به موها نگاه نکردین. ولی خب نمیدونم اصلا نظر نمیدم راجع به اینا من. بریم ویدیو بعدی رو با هم ببینیم. من تو ادارجات میبینید برای کارهای اداری، تو رو تو خونه مردم میبینم برای اداره کارهای تجاری. نه من بهتر حرف نزنم.
ولی حالا شاید تو رو هم ببرن واسه ساعت‌های غیر اداری. بریم ویدیو آخر رو ببینیم. عجب ماشینی. خانم چجوری این ماشین رو خریدین؟ چقدرم راحت. میگه با یعقوب خریدم. حالا ماشینش هم گرون بود. مگه چند یعقوبش؟ هر جوری که حساب میکنم دلم واسه دهنش میسوزه. والله چی بگم، یعقوب حتما سرپیده براش دیگه. بچه‌ها این بوده از آخرین ویدیوی ما. مرسی تا آخر ویدیو با من همراه بودید. دوستتون دارم. حتما نظراتتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید و سابسکرایب به چنل هم یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، بدرود.